خب یه بخش جذابی که داریم توی کرسر که یکی از اصلی ترین علت هاییه که ما با AI که VS Code یا سایر آیدی ها کار نمی کنیم و سویچ کردیم رو کرسر، این بخش جذاب داخل وقتی که میخوایم پرامپت بدیم میتونیم ایجنت مودمون رو تغییر بدیم. 4 تا حالت واسه ما داره. بخش ایجنت که واسه همون پلن میکنه اول، بعدن سرچ میکنه، بعدن هم بیلد میکنه. و بخش بعدی بخش پلنینگه، بخش بعدی بخش دیباگه و بخش آخر بخش اصلیه. تفاوت اینها چیه؟ با پلن شروع میکنیم. ببینید شما وقتی که میخوان یه تسکی رو انجام بدین، خب قطعا قبل از اینکه حالا این AI و اینها بیاد، اون تیم لیدی که حضور داشته تو تیم واسه اون تسک میومده یه پروپوزال طراحی میکرده، یه تو دو لیست طراحی میکرده و مرحله به مرحله میگفته که باید چی انجام بشه، از چه طریقی، راهبردش چیه، مراحلش چیه و KPI هاش چیه که بدونیم اون فرایند درست انجام شده. کل این سیستم پلنینگ همین گزینه پلنه که مثلا من بهش میگم که میخوام یک سیستم عضوگیری برای هواداری از یک تیم ورزشی برام تحت وب بساز. خب هنوز نرفتیم وارد اون فرآیند بشیم که پرامپتامون پرامپتای قدرتمندی بدیم، صرفا داریم باش حرف میزنیم. خیلی پرامپتای سطحی که انتظار هم نداریم خروجی خوبی بهمون بده. پلنینگ میاد برامون یکم زمان میبره. اول میبینیم که نوشته داره تینکینگ میکنه و فضای کار خالی است، پروژه از صفر شروع میشه. برای تغییر دقیق چند تا سوال کوتاه داره. میاد از همون سوال میپرسه که مثلا توضیح فنی فرانت و بک اند پروژه چیه. من میگم که میخوام با HTML CSS JS PHP برام طراحی کنی. بخش خودش اینجا گزینه داره، منم میتونم اینجا جوابشو بدم. اینجا من میزنم ساده. کدام قابلیت ها رو میخوایی؟ همه موارد بالا علاوه پنل ادمین مدیریت هستن. کانتینیو رو میزنم. میتونستم اینجا کاستوم خودم هم جواب بدم. وقتی ببینه که توی پرامپت من کامل نیست و یه موردی رو بهش توضیح ندادم، میاد ازم سوال میپرسه و توی پرامپت من توی اون پلنی که میخواد انجام بده قرارش میده. بازم ثبت میکنیم. خیلی از مواقع اینطور میشه که یه وسط کار خوابش میبره. چیزی که بهش میگیم اینجا لحظه چت رو قطع میکنیم، بهش میگیم که ادامه بده. میبینیم که دوباره ریکانکتینگ میشه، دوباره شروع کرد و دوباره میخواد از همون سوال بپرسه. رفت تو حالت asking question. باز هم همون سوالاته و این دفعه اینو میخوام کانتینیو میزنم. خب این دفعه برام داره پردازش میکنه جوابهایی که بهش دادیم رو. داره میزنه که من میخوام یک پلان براتون بسازم. While creating a plan. بسته به اون مدلی که انتخاب میکنین قطعا پردازش پاسختون متفاوت سرعتش. من الان گذاشتم روی اوتو، خودش اتومات سویچ میکنه بین مدل هایی که توی قسمت قبل بهش شناسوندیم و ازش استفاده میکنیم. الان داره پلنینگ نکست موو میکنه. استک رو داره برامون مشخص میکنه که از چه زبان‌های برنامه‌نویسی قرار استفاده بشه. خب با انتخاب های شما اوکی شد. این طرف میبینیم که واسمون کامل اومد یه پلن جامع نوشت.
معماری کلی اینطوری، فرانت اندمون به این صورته، یه API روتس داره که حالا بس احراز هویت و ادمین و پایگاه دادم. این یه پروژه خیلی ساده بود، اصلا قرار نیست نه این پروژه جزء پروژه‌های دورمون بود نه هیچ چیز، صرفا می‌خواستم پلن رو بهتون توضیح بدم و صفحات استاتیک با فرم‌ها و جداول و درخواست‌ها با API فیچ میشه به API فرانت. بحث بک اندش هم با فلاسک قرار بزنه، یکی از کتابخونه‌ها یه پایتون، دیتابیس اون SQL لایت، یک فایل بدون نصب سرور. ساختار پوشه ها رو میاد بهمون میگه که app.py روت برای اندازی اپ و صفحات عمومی هم حالا واسه ثبت نام ورود و خروج و صفحه عضویت و انتخاب سطح دسترسی. مدل دادمون چه جوریه؟ بحث یوزر، این حالا بحث دیتابیسمونه. مثلا آیدی و ایمیل و پسورد اینا میگیره، ممبرشیپ تایر رو میگیره که چه سطح عضویت داره، بخش پیمنت، سابسکریپشن، پرداخت در مرحله اول فقط دستی باشد، کاربر مبلغ رو واریز می‌کنه و در پنل ادمین با وارد کردن شماره پیگیری انجام میشه. صفحات و جریان‌ها، این صفحه اصلی و ورود ثبت نام داریم، فرم لاگین. می‌بینیم که خیلی کامل و جامع بهمون داد که همین رو ما اگه فکر کنید یه فرد ناآگاه بیاد اینو بهتون بده، شما برنامه‌نویس چقدر لذت می‌برید، چقدر همه چیز واسهتون کامل آماده است. آقا این کار رو برو انجام بده، این فرآیند رو برو انجام بده، چه جوری هیچ سوالی واسهتون پیش نمیاد. کل بخش‌ها واسهتون نوشته شده از پیش. کار جالب که می‌تونید انجام بدید اینه که روش تولو اضافه بکنید. مثلا تولویی که من اضافه می‌کنم، مثلا ساخت صفحه ثبت نام. اوکی. می‌تونم یه تولوی دیگه هم اضافه کنم. یه تودو لیست ریز داخل همین پلن من واسه خودم می‌سازم که توی فرآیند ساختش و اینها بتونم به AI خیلی قشنگ‌تر بفهمونم که اول می‌خوام این تسک انجام بشه. اولین از تو لیستم اول این رو بخونم. خب الان از اینجا من می‌تونم بیلدش کنم و بگم که اوکی بود و برو انجامش بده. هر جا از این پلن رو هم که مشکلی داشتم میتونم بیام بگم مثلا یه ادیتی روش بزنم. مثلا صفحه اصلی ورود ثبت نام، فرم لاگین رو می‌خوام تو همون صفحه باشه، به صورت پاپ آپ نمایش داده بشه. به این صورت. یا معماری کلی رو مثلا بیام یه ادیتی روش بزنم. و واسه همین میتونم بیام بیلد پلن رو بزنم و انجام بشه کل اون فرآیند. این نیو ایجنت باز میکنم، این رو هم میبندم. من دوست ندارم سیوش کنم. تو ایجنت جدیدم من میخوام بحث اسک باشه. اسک من چیه؟ مثلا برای ساخت یک وبسایت، یک شبکه اجتماعی تحت وب با نسخه های نصبی ویندوز و های نصبی کراس پلتفرم مثل موبایل با تمامی سیستم، عامل های شناخته شده و پی سی مثل توییتر به هم راهنمایی بده. حتی اگه من تو پرامپت که تو حالت اسک دارم میپرسم بیام دستوری هم حرف بزنم، باز هم میاد این مکالمه رو یک مکالمه دو طرفه میکنه و کاری رو انجام نمیده واسه من. میاد و به سوالاتی که من کردم فقط پاسخ میده. یکم صبر میکنیم ببینیم بهمون چه راهنمایی هایی میخواد بده. خب بازم به همون مشکلی که اون دفعه خوردیم. کاری که میتونیم انجام بدیم سر اینکه پرامپت اولمون بود، اولین مکالمه‌مون بود، وقتی که استاپش کردیم دوباره برگشت رو همون چت اصلیمون. خب به هم یه دونه راهنمای ساخت شبکه اجتماعی تحت وب با نسخه کراس پلتفرم داد. یک مسیر کلی و گزینه‌های فنی برای وب. ببینین الان سوالی که ما پرسیدیم شاید اونقدر خوب نباشه، شاید بهتر بود که این سوال رو تو حالت پلن میذاشتیم، ولی قبل از اینکه بخوایم پلن کنیم میام یک دور اسک میکنیم که مثل اینکه برنامه‌نویس سینیور نشسته کنار دستم، میام ازش پرسیم که بهتره مثلا با چه استکی بزنیم، بهتره که چه ویژگی هایی داشته باشه، بهتره نسخه دسکتاپمون رو چه جوری بذاریم، PWA بذاریم یا مثلا بایتس بذاریم که قابل نصب باشه واسمون، فرانتمون رو بیام چه جوری با بک‌اند متصل کنیم، از چه دیتابیسی استفاده کنیم، سوالات اینطوری فنی. این پیش از اونه. یه موقعی وسط پروژه ایم و واسه ادامه اون فرآیند اون پروژه نمیدونیم چه جوری ادامه بدیم.
ما ذهنیت برنامه نویسی داریم و نیاز داریم یه ذهنیت شخصی که UX کاره و دانش تجربه کاربر با اون ابزارها رو داره. این AIه، تمام اون شخصیت ها رو داره. وسط پروژه من میتونم بیام بزنم رو اسک، رو مود اسک و اون سوال ازش بپرسم. بهتره که مثلا سیستم لاگین من چه جوری باشه؟ OTP باشه یا نه؟ کافیه که مثلا با فینگرپرینتش با اثر انگشتش لاگین بکنه. تک تک این مباحث رو من میتونم ازش بپرسم بدون اینکه داخل اون کدم یا داخل اون فرایند ساخت کد و نرم افزارم بیاره اونها رو داخلش. چیزی که الان بهم گفته معماری کلی، یک بک‌اند مشترک برای وب و موبایل دسکتاپ، فرانت اند وب به عنوان نسخه اصلی، اپ موبایل دسکتاپ با همان یا اپ جدا PWA باشه یا وب ویو باشه. بک‌اندش رو بهم پیشنهاد داده چه جوری باشه. جستجوش مثلا گفته از الاستیک سرچ استفاده بکن. فرانتمون یا همون وب اپمون داره میگه چیکار کن. داره میگه که با ریاکت نکست جی اس یا ویو ناکست بزن و PWA همون رو داره بهمون توضیح میده که خب به طبع باید اون فایل منیفستا جیسون رو داشته باشیم. نسخه موبایل رو بهمون راهنمایی داده، پیشنهاد عملی داده بهمون و ویژگی‌های کلیدی که داره. ببینید سوالمون خیلی کلی بود. ما میتونیم تک تک این بخش‌ها رو بیایم ازش سوال بپرسیم که مثلا چه ویژگی من میتونم اضافه کنم به این افزاری که دارم. یا موقع شما دارین یه نرم افزار خیلی جامع توسعه میدین، مثال برای مثلا مدیریت یه نرم افزار CRM و میخواین بهش ویژگی اضافه بکنین، میان از این میپرسین، میگین که یه طوفان فکری واسه من تشکیل بده که من چه ویژگی‌های کلیدی میتونم به این ابزارم اضافه بکنم. به شدت کاربردیه. یا یه استک بهتون داره پیشنهاد میده و حتی میتونه واسهتون ترتیب پیشنهاد کارها رو بگه که اول این کار رو انجام بده، اول API ها رو بساز، اول بک اند رو کامل بساز، اول دیتابیس رو کامل تیبلاشو بچین، بعدش برو سراغ وبسایت، برو سراغ فرانت اند تحت وبت، بعدش برو حالا اون فیچرهایی که داری رو اضافه بکن، ویژگی هایی که داری و نهایتا برو مثلا اول سراغ PWA موبایل، بعدش حالا برو سمت PWA دسکتاپ حالا کاستومایزش کن. این بخش اسک مودل. یه بخش دیگه ای که داریم بخش دیباگه. توی حالت عادی ما وقتی که با این چت میکنیم و میگیم که این خروجی این برنامه کار نمیکنه واسه من، فلان فیچری که دارم واسه من کار نمیکنه یا اون روند و فعالیت مورد نظر منو خروجی نمیده، من میتونم تا اون ایجنت مود بیام ازش اینو بخوام. ولی وقتی که بیام بزنم رو دیباگ مود، قشنگ میاد بهم میگه که چه علتی داره و دلیل این باگ چیه، 3 تا 4 تا راه حلی که واسه این باگ داره چیه، نهایتا میاد اون باگو فیکس میکنه. من الان پروژه این وسط ندارم که بیام اونو روش کار کنم، ولی داخل 4 تا پروژه که توی دوره داریم قطعا از دیباگ استفاده میکنیم. بخش بعدی هم که داریم بخش ایجنته. بخش ایجنت چیزی که بیشترین تعامل رو ما باهاش داریم، بیشترین وقتمون و بیشترین گزینه‌ای که انتخاب شده از توسط ما همین ایجنت موده که میاد چی کار میکنه. اگه روش هم بیام نگه داریم، پلن میکنه، سرچ میکنه و بیلد میکنه. ریکامندد خود کرسره، میاد بهمون اول کار یه پلن میده، بهمون ازمون تاییدیه میگیره، بعدش میاد با همون مکالمه میکنه، سوالا رو میپرسه، دانش خودش در مورد اون ابزار و چیزی که تو ذهن ما رو بیشتر میکنه، نهایتا هم فرآیند کد نویسی رو شروع میکنه. حالا سوال، چرا وقتی که ایجنت مود هست بیایم از پلن یا اسک دیباگ استفاده بکنیم؟ چون که اونها تخصص اصلیشون فقط اون کاره. اون تسکی که به پلن دادن اینه که فقط بیاد واسمون کلیت چارچوب رو بنویسه، برام بیاد مراحل رو شرح بده، برام بیاد بگه گام بعدیمون چیه. بخش دیباگ تماما میاد کل سینتکس رو اول بررسی میکنه، کل ارتباط بین فایل ها رو، کل ران تایم رو میاد واسمون تریس میکنه و مرحله میبره جلو برنامه رو تا جایی که بخوره به باگ و دوباره برمیگرده عقب، اون رد فلگ رو میذاره، برمیگرده عقب و اون باگ رو حل میکنه. بخش اسک واسه چیه؟ شما داخل ایجنتون خیلی احتمال داره که یک فیچری رو صرفا سوال دارین که اضافه کردنش یا نکردنش کاربردیه واسه ابزار، واسه این نرم افزار و پروژه‌ای که دارین و وقتی ازش سوال می‌پرسین می‌بینید که 2 دقیقه بعد بهتون داره خروجی میده که اضافه کرده اونو و خیلی اوقات برگردوندن دوباره به شرایط قبلی زمانش خیلی زیاده. در نتیجه اگه سوالی چیزی دارین از اسک استفاده بکنید. فصل اول دوره به پایان رسید و
چیزی که حالا خوبه که انجام بدین اینه که کرسر رو که دانلود کردین احتمالا با محیطش هم ور رفتین. کار بعدی که لازم انجام بدین بیاین و شروع کنین پرامپت دادن. بیاین رو همون استکی که دارین کار میکنین، اگه دارین ML کار میکنین، اگه دارین خود بحث AI کار میکنین، ماشین های بینایی، اپلیکیشن میزنین، PWA میزنین، دارین بحث وبسایت میبرین بالا، فرانت اند کارین، بک اند کارین، بیاین سعی کنین از این ابزار خودتون خودآموز استفاده بکنین. توی قسمت هایی که حالا داریم پروژه رو کار میکنیم و میبریم جلو، تک به تک این مراحل استفاده میکنیم، از پلن کردن، اسک کردن تا دیباگ کردن و نهایتا دیپلوی کردنش روی یه سروری. توی فصل بعدی میبینمتون.